فریلنسینگ اندستری یک اندستری تقریبا در دنیا بیلیون ها دلار ارزش داره و تقریبا 1.6 بیلیون فریلنسرها در دنیا هستند. در پاکستان مثال برات بگم 1 بیلیون دلار در سال پاکستان از فریلنسینگ اندستری اینکم داره. ایران با همراه مشکلات خودش و با جنجالای و همچنین محدودیتی که دنیا سرش داره بازم فریلنسرها در ایران بسیار زیاد هستند. حتی ما چندین فریلنسرها در ایران دارم، کارمندان در ایران هستند، در تهران هستند و همراه ما در دفتر ما در دبی کار میکنن. سوال دارم چرا ما در افغانستان کار نمیکنیم؟ ما چند روز پیش در تلویزیون لمر میمان بودم، سرزمین بحث میکردیم چطور اقتصاد افغانستان در 5 سال جور کنیم و زیادترین بحث ما سر زراعت و فریلنسینگ بود. به خاطر فریلنسینگ یک مسلکی که داری، هر مسلکی باشه، چیزی که در آنلاین آفلاین کده میتونی امو رو آنلاین بفروش. یک نفس نه خوب هستی برو آنلاین کار کو. اگر مسلک یاد نداری مثل گرافیک دیزاین، یو ایکس ای وای، دیجیتال مارکتینگ، فرانت اند دیولپمنت، بک اند دیولپمنت، یک چیز 6 ماه میتونی یاد بگیری و دفعتاً صاحب وظیفه شوی، ما تقاضا از دولت دارم که سر توجه کنن، او را چرا یاد نمیگیری؟ الحمدلله ما امکانات داریم هم آنلاین. شما در yulearn.com برین، امی درس را آنلاین بخورین. اگر شما در کابل هستین بیاین در فامیل مقبول که به شما گرفته شده ایره بیاین درس بخونین. امی درسایی که من ذکر کردم استادا هستن، الحمدلله امکانات هست که شما ایره یاد بگیرین به فیس بسیار کم. و همچنین اگر شما در ولایت جلال‌آباد زندگی میکنین به همراه پانتون الفلا یولانا قرارداد داره، برانچ ما در اوج هست، برین در اوج یاد بگیرین. برادر خور عزیز ما، اگر واقعا میخواین زندگیتون مثبت تغییر بدین، ما براتون خواهشاً میگم سرش فکر کنین کدام بخش خوش داری، در کدام بخش خوب هستی، برو آنلاین کار کو. اگر یاد نداری برو از یوتیوب یاد بگیر، با مهم نیست کجا یاد میگیری، لیکن فقط رو یاد بگیری. اگر میخوای یاد بگیری ما الحمدلله اسپیشالایز هستیم در تکنولوژی و بیزنس. بیا همراه ما یک امتحان همراه ما صحبت کو. اگر نمیفهمی که چی را یاد بگیری از کجا شروع کنی، بازم ما دیگه نفر داریم کامرایتون میشینه کار میکنه، سی وی تون جور میکنه تا بتونیم ان شاء الله شما بتونین به یک جای خود برسونین، در جایی که شما از خود راضی هستین. به خاطر زندگی بسیار محدود است، ما باید کارا کنیم بسیار ارزشناک باشه. و برادر خال عزیز ما بیاین همین درس‌ها رو یاد بگیریم، درسایی که در عصر دنیای فعلی به درد میخوره، نه که درسایی که 2000 سال پیش مفید بود و امروز اونها مفید نیستن. هستن متاسفانه پانتون بچه‌ها که فارغ میشن اونا اکثرشان قابل چی نیستن که برن یک وظیفه کار کنن، به خاطر آمدن نیستن. الحمدلله درسای ما اینطوری آمده است که شما برین دم وظیفه دفعتاً شروع کنین. به خاطر چرا؟ یک کسی که گرافیک دیزاین درس میده و خودش گرافیک دیزاینر است، یک کسی که دیگه اکاونتینگ درس میده و خودش اکاونتنت است، یک کسی که بیزنس درس میده و خودش هم بیزنس کرده. چطور یک نفر میخواد دریوری نشان بده خودش دریور نیست؟ این مشکل پانتون همیشه به نظر ما یک کسی که چیز درس میده و خودش کار نمیکنه و ما پالیسی ما چیز هر کسی یک چیز درس میده در اون بخش باید خودش کار کرده باشه و همیالی کار بکنه. بیاین ان شاء الله ادرس اسکرین دیده میتونین هم در جلال‌آباد هم در کابل و از این فرصت دیگه ولایت ها. همچنین اگه چیز میخواید خود جور کنی امکانات است، انتخاب از خود است ان شاء الله.